بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه را مشاهده میکنید، خدمت تک تک شما ارجمندان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده باشید. خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه و به اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد بزرگوار هستم. سلامت باشین استاد. خوب بینندگان گرامی، بحثمان پیرامون دین شناسی که از شناخت دین یهودیت یا آشنایی با دین یهودیت طی برنامه‌های گذشته آغاز کردیم و در جلسه قبلی بحثمان را پیرامون شناخت یا آشنایی با نصرانیت شروع نمودیم و در جلسه قبلی به تعریف نصرانیت از نگاه لغت و اصطلاح پرداختیم و همچنین به تعریف عیسی علیه السلام از خلال قرآن پرداختیم. و اگر باید داشته باشید در برنامه گذشته وقتی از مسیحیت تعریف کردیم گفتیم از نگاه زبان شناختی نصرانیت برگرفته شده از شهر ناصره یا نصرانه یا ناسوریه است که یکی از مناطق یا یکی از روستاها یا یکی از قریه های شهر الجلیل است. و نصرانیت دین نصارا بوده و نصارا یا نصرانی ها خودشان را به زعم خودشان از اتباع و پیروان حضرت عیسی علیه السلام میپندارند که در واقع امر در برنامه گذشته توضیح دادیم که آنها بدور از تعالیم و آموزه های مسیح علیه السلام است. قرآن کریم گفتیم در برنامه گذشته که پیروان نصرانیت یا دین نصرانیت را به نام نصارا، اهل کتاب و اهل انجیل یاد کرده، اما نصارا امروز خودشان را به نام مسیحیت مسما نمودند. و لازم به یاد دهانی است که در برخی از مصادر آمده است که کلمه مسیحیان یا مسیحیت بر نصارا برای اولین بار در سال 42 میلادی در انطاکیه اطلاق گردید و برخی ها به این باورند که این اطلاق این کلمه و این واژه بر نصرانی ها از باب ذم آمده است. کلمه مسیحیت گفتیم نه در قرآن کریم وارد شده و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین نه عیسی علیه السلام و نه یارانشان اتباعشان را به نام
مسیحی یاد کردن، هیچ کدام اینا. و این تسمیه بر نصرانی ها، یعنی تسمیه یا نامگذاری مسیحیت درست نیست، زیرا اطلاق این کلمه بر نصرانی ها، اطلاق کلمه مسیحیت بر نصرانی ها در واقع اعترافی است بر آنها که گویا پیروان و راهروان راه مسیح علیه السلام هستند، که چنین نیستند. آنها به دور از تعلیمات مسیح علیه السلام هستند. خب این بود تعریف مختصر و گوشه های از برنامه گذشته در ارتباط به تعریف مسیحیت، تعریف نصرانیت ببخشید، و بعدش عیسی علیه السلام را از خلال قرآن کریم به تعریف گرفتیم و گفتیم که عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآنی بشر همانند آدم علیه السلام بود که خداوند هر دوی آنان را با کلمه کن خلق کرد و آفرید، و در واقع عیسی علیه السلام نشانه از نشانه های قدرت الله یکتای بی همتا بود و وی را الله تعالی در شکم مادر صالحه و طاهره اش مریم علیه السلام بدون ازدواج و بدون اینکه با هیچ احد و با هیچ بشر نزدیکی نمایت خلق کرد. و الله متعال در قرآن کریم از حقیقت دعوت عیسی علیه السلام سخن گفته و بیان فرمود که وی پیامبری است که به قومش بنی اسرائیل فرستاده شد، اما بنی اسرائیل عیسی علیه السلام را تکذیب کردند و در صدد کشتن عیسی علیه السلام برآمدن. همون بود که الله تعالی پیامبرش را از چنگ آنان رهانید و نجات داد و عیسی علیه السلام را به آسمان ها بالا کرد. خب حالا می پردازیم در این برنامه به تعریف عیسی علیه السلام از خلال قرآن کریم و اناجیل چهارگانه. یعنی میخوایم در این برنامه مقایسه کنیم که قرآن در رابطه با عیسی علیه السلام چه گفته و اناجیل چهارگانه تحریف شده درباره عیسی علیه السلام چه گفته. جناب استاد عبدالرحمن فاتح در خدمت شما است. جزاکم الله خیرا. تشکر از شما جناب استاد و از این مقدمه تان. سلام. بدون شک همچنان که شما هم تذکر دادید، وقتی ما در قرآن کریم مراجعه میکنیم و چنانچه در برنامه گذشته هم ما به صورت تفصیل در مورد جایگاه عیسی علیه السلام صحبت کردیم و برخی از مسائل را هم ان شاء الله امروز به خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض میکنیم و بیان میکنیم ان شاء الله. در قرآن کریم آیاتی در مورد عیسی علیه السلام یا برخی از وظایف و برخی از مسئولیت ها یا برخی از صفات عیسی علیه السلام ذکر شده و در انجیل هم شبیه آن در آن آمده، با آنچه که امروز جهان نصرانیت مخالف آن عمل میکنه یا مخالف آن اعتقاد و باور داره در برخی از مسائل و برخی از موضوعات. ما فقط امروز پاره از آن را به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان میکنیم. البته این به این معنا نیست که وقتی ما برخی از مسائل را مطرح میکنیم همینجوری بگیم و از رویش بگذریم و در موردش تحلیلی نداشته باشیم. ان شاء الله برخی از تحلیل را در اینجا بیان میکنیم و برخی از تحلیل هایی که پیش رو هست ان شاء الله در مسائل تسلیس و صلیب و فدا و برخی از مسائل اعتقادات که اساسی در نزد نصرانی ها، ان شاء الله باز به طور تفصیل به این برخی از آیات یا فقراتی که در کتاب مقدس یا در عهد جدید و به خصوص در اناجیل چهارگانه آمده ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت. حالا اجازه بدین که بحث ما جناب استاد ادامه داره. هنوز مقدمه است و ما در سرآغاز تعریف و شناخت یا آشنایی با دین نصرانیت هستیم و ناگفتنمانه که وقتی ما در ارتباط به نصرانیت صحبت میکنیم، صحبت ما و سخن در این مورد مستند و موثق است از خلال کتاب مقدس، به خصوص فکر کنم عهد جدید جناب استاد. بله. و هر چی اینجا استاد حرف میزنن، هر چی که میگن مستدل و مستند از خلال کتاب خود
نصرانی ها نشان داده میشه. درست است؟ بله بدون شک جناب استاد. حقیقتا جناب استاد اگر این رو یعنی به عنوان یک چالش بگم که هیچ دینی و هیچ آیینی و هیچ کتاب مقدسی مثل قرآن کریم به انبیاء علیهم السلام احترام نداشته و نداره، چی به حضرت عیسی و چی به بقیه از انبیاء علیهم السلام. ما در برنامه گذشته برخی از آیات در مورد عیسی علیه السلام خواندیم و در این برنامه برخی از آیات در مورد ایشان میخوانیم که حقیقتا دلیلش چی است استاد؟ دلیلش اینه که این از جانب الله متعال، بله. از جانب الله متعال و تحریف نشده. بله. یعنی دینی نیست که به خاطر برخی از مسائل حقد و کینه‌ای که در آن وجود داره یا به خاطر قوم پرستی و نجات پرستی تغییر خورده باشه یا تحریف شده باشه. چنانچه اگر یادتان باشه ما در بحث تحریف تورات وقت صحبت کردیم و برخی از مسائل ذکر کردیم که چرا مثلا به جای اسماعیل اسحاق را میگذارن در حالی که در کتاب مقدس خودش نوی تناقضه. گفتیم مسئله قوم پرستی بوده، مسئله‌ای که دوست نداشتن اینها به اسماعیل علیه السلام احترام بگذارن. متاسفانه اسماعیل علیه السلام را هم شکلی وانمود کردن که نه، اون کسی که ذبح و قربانی می شده اسماعیل نبوده بلکه اسحاق بوده. حالا به تعبیر خودشان که بعداً چون حرفای دیگه باز به وجود میاد مجبور شدن این دروغ را بسازن و در اونجا جای بدن. و از این قبیل دشمنی که با حضرت داوود علیه السلام داشتن، چی تهمت‌های به حضرت داوود زدن، به حضرت لوط زدن. بعد این مسائل را ما مطرح کردیم. اما در قرآن کریم چون وحی از جانب الله متعال و تحریف و تغییری در آن به وجود نیامده و خداوند متکفل شده، بله الله متعال خودش متکفل آن شده و حتی قرآن را به عنوان مهیمن و به عنوان نگهبان کتب دیگه قرار داده که هر چیزی که در کتب دیگه میایه ما آن را بر قرآن عرضه میکنیم، اگر موافقت کرد قبول میکنیم، نکرد میدانیم که این تغییر خورده. چرا که ادیان همه یکی هستن. امکان نداره که عیسی علیه السلام نعوذ بالله بیه در مورد یکی از انبیا حرفی بزنه باز قرآن بیه حرف دیگری بزنه، یا در تورات موسی علیه السلام بیه حرفی بزنه و بعد عیسی علیه السلام بیه حرف دیگری بگه یا قرآن بیه حرف دیگری بگه. چون اصل تورات و اصل انجیل از همان منبع گرفته شده که قرآن کریم از آنجا فرستاده شده و آمده. لذا بدون شک جناب استاد آنچه که در قرآن کریم هست وحی از جانب الله متعال و الله متعال به انبیاء خود احترام داره و انبیاء خود را الله سبحانه و تعالی جایگاه و مقام آنها را حفظ میکنه و این توهین هایی که در کتاب مقدس هیچ ربطی به وحی الهی نداشته و نداره. و باز هم تکرار میکنم که قرآن کریم بدون شک یک کتابی است، کسی مطالعه کنه میفهمه. قرآن کریم را مطالعه بکنه، در کنار آن بیای کتاب مقدس را مطالعه بکنه، آن وقت خواهد دانست که جایگاه انبیاء علیهم السلام در نزد مسلمان ها و در قرآن چی جایگاهی است و در نزد کتاب مقدس انبیاء علیهم السلام چی جایگاهی دارند. به صورت نمونه جایگاه عیسی علیه السلام بله. در قرآن از چی جایگاهی برخوردار است و در نصرانیت از چی جایگاهی؟ بدون شک اگر هر منصف جناب استاد اگر هر منصفی که خود را نصرانی قلمداد میکنه و تلقی میکنه بیایه واقعا قسمی که شما گفتین قرآن را هم مطالعه کنه و انجیل را هم مطالعه کنه، کتاب مقدس را هم مراجعه کنه اگر در صدد یافتن حقیقت هست. بله بدون شک خودش حکم کنه. بدون شک جناب استاد وقتی که ما اینها را بگذاریم مقارنه بکنیم که عیسی علیه السلام یعنی منظری از عیسی علیه السلام در قرآن چگونه هست و در غیر قرآن چگونه هست یا در کتاب مقدس چگونه هست. ما در برنامه گذشته گفتیم برخی از آیات را خواندیم. اجازه بدین که من برخی از آیاتی از قرآن کریم بخوانم و برخی از مسائل را در انجیل نشان بدیم. اگرچه در این برنامه ما تلاش میکنیم که آیاتی که در انجیل وجود داره و امروز برخلاف آن عمل میشه و در قرآن کریم هم وجود داره آنها را نشان بدیم برای بیننده ها و به خصوص برای کسانی که طالب حقن، طالب حقیقتن و میخوان حقایق را بفهمن. اگرچه ما معتقدیم که این کتاب تحریف شده، کتاب مقدس تحریف شده و اون کتابی که از جانب الله متعال به موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام فرستاده شده اون نیست. و حتی جناب استاد عجیبه بگذارین که اگر یادتان باشه قبل از برنامه همین را برایتان گفتم. واقعا ما می‌خواستم که نقطه را تذکر بدید. جناب استاد حقیقتا من تعجب کردم امروز وقتی می‌خواستم که یک مقارنه بکنم. من طبیعتا وقتی که یعنی پیشاپیش می‌خوام اینجا بیام یک مقارنه بین متن عربی و فارسی می‌کنم، چون میدانید که همچنان که بله کتاب مقدس کتاب مقدس امروز به تعبیر خودشان به 300 زبان زنده دنیا ترجمه شده
خب وقتی که ما یعنی این نه زبان عبری هم نیست، زبان اصلش هم نیست، زبان فارسی و زبان عربی، وقتی میان این دو مقارنه میکنم تفاوت زیادی میبینم. حتی حرفایی که در اون متن عربی میبینم اصلا در متن فارسی وجود نداره. چرا؟ نمیدانم چرا آنجایی که مثلا ابن الانسان آمده آن را به مسیح ترجمه میشه. خب ما خو عربی میفهمیم، ولی این کسی که فارسی ترجمه کرده، فارسی تفسیری ترجمه کرده، زیاد حتی در همین تحریف کرده، حتی در این قرن، در این زمان تحریف کرده. اگر شما بیاین انجیل زبان عربی را در کنار این بگذارین، تفاوت‌های فراوان میان این دو میبینین. حتی جالب بر اینه جناب استاد، یک انجیل دیگری پیدا کردم، کتاب مقدس یا عهد جدید دیگری پیدا کردم که غیر از این ترجمه هست، غیر از این ترجمه که نزد منه، فارسی، با آن هم متفاوت بود این دو با هم. نه این که در الفاظ باشه. حالا جناب استاد الفاظ و مفاهیم خلاصه برسه، یعنی یک لفظی بر تعبیری که باشه مفهوم برسه، اما متاسفانه همین مفهوم عوض شده کلا. این برایم خیلی تعجب آور بود. سبحان الله، یعنی متن عربی یک چیز میگه، این ترجمه که پیش من از چیز دیگری میگه که ترجمه معتمد در نزد آنها، و ترجمه دیگری که هست که چند سال پیش ترجمه شده کلا باز با این متفاوته. سبحان الله، این چگونه میتونه که یک فردی که یعنی خودش را مسیحی میگه یا نصرانی میگه این را قبول بکنه به عنوان کتاب الله و به عنوان کتابی که از جانب الله متعال فرستاده شده. به هر حال جناب استاد، این مسائلی که واقعا وقتی شما وارد بشین به عنوان یک کسی که میخواین واقعا منصفانه در مورد آن قضاوت کنید، نه اینکه با دید گذرا، منصفانه میخواین قضاوت بکنیم، چی مسلمان باشه چی مسیحی، منصفانه قضاوت بکنه، ترجمه های مختلف را کنار هم بگذاره، اگر به زبان های دیگه هم آشنای اون ترجمه را هم بگذاره کنارش، ببینین که چی تفاوت های شما میبینین که اصلا قابل جمع نیست. یعنی نمیشه شما اینها را با هم جمع بکنین، مفهوم کلا مخالفه، یکی میگه بشه یکی میگه نشه، یعنی کلا سیاه و سفید هست، نمیشه این دوتا را با هم جمع کرد. به هر صورت جناب استاد، اجازه بدین که برخی از آیات را به خدمت شما عرض بکنم از قرآن کریم و بعد بریم به سراغ کتاب مقدس ان شاء الله. ما معتقدیم به عنوان یک مسلمان و آنچه که در قرآن کریم آمده که عیسی علیه السلام یک بشره. عیسی علیه السلام اله نیست که جزئی از خداهای سگانه باشه، یا ما معتقد نیستیم که عیسی علیه السلام جسم ناسوت و لاهوت داشته باشه که ما بعدا ان شاء الله در این مورد هم صحبت میکنیم. برخی از اصطلاحاتی که میگن عیسی علیه السلام همزمان هم جسد و جسم لاهوتی داشته و هم ناسوتی داشته، یعنی اینکه جسم الهی داشته و جسم انسانی داشته، به خاطر اینکه در برن از زیر سوالات، چون سوالاتی که تناقضات شما در کتاب مقدس میبینید. یک بار میگه من انسانم، یک بار میگه من فرزند خدا هستم. اگر چی من انشاءالله به این موضوع خواهم پرداخت که فرزند خدا بودن در کتاب مقدس به چی معناست، چون در مورد دیگران هم آمده که فرزندان خدا گفته میشه. چون آنچه که در کتاب مقدس، مثلا اصطلاحی که در کتاب مقدس به خصوص در اناجیل چهارگانه وجود داره، وقتی میگه فرزند خدا به معنای این که کسی که خدا از او راضی باشه، کسی که عبادت خدا رو بکنه به او فرزند خدا گفته میشه. یک اصطلاحه. حالا ما مسلمان ها این اصطلاح رو به کار نمیبرین، ولی ابن الله در خود کتاب مقدس وجود داره که حتی به غیر عیسی علیه السلام هم ابن الله یا ابناء الله گفته شده، یعنی فرزندان خدا. خب به خاطر اینکه در برن از این سوال، مثل که روافض وقتی که به اونها میگی که امام علم غیب داشته، میگه بله داشته. خب چرا به فلان جا برای امام زهر دادن، امام خورده، یا چرا فلان جا زخمی شده، فلان جا او را کشتن، شما نمیگید علم غیب داشته، پس این خودکشی بوده. میگه نه، امام اگر خواسته باشه غیب میدانه، اگر نخواسته باشه نمیدانه. اینها هم شبیه همین حرف را میزنن، شبیه همین حرف را میزنن، چون میخوان از زیر سوالاتی که مسلمان ها میکنن در برن. میگه که عیسی علیه السلام جسم لاهوتی داشته و جسم ناسوتی داشته، یعنی هم یعنی جنبه الهی و هم جنبه الهی و جنبه انسانی و بشری داشته. به هر صورت الله متعال سبحانه و تعالی جنبه بشر بودن عیسی علیه السلام را ثابت میکنه. میگه عیسی علیه السلام بشر بوده. بله. از جمله آنچه که در قرآن کریم هست در سوره مبارکه مائده آیه 116، اگرچه در قرآن کریم آیات جناب استاد به وفور پیدا میشه در این مورد، فقط به دو آیه بنده اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مائده به این موضوع اشاره میکنه، میگه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله. الله در روز قیامت از عیسی پرسان میکنه عیسی تو گفتی که تو من و مادرم را به عنوان دو اله و معبود قرار بدین؟ عیسی علیه السلام میگه سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق
یا الله تو پاک هستی، من هرگز همچون حرفی را نزدم، آنچه که ناحق باشه من نگفتم. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. که این دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام اله نبوده، بلکه عیسی علیه السلام بشری بوده و انسان بوده. آنچه دیگه در سوره مبارکه آیه چند بود جناب؟ آیه 116 سوره مبارکه مائده. 116 سوره مائده. بله. چون اگر دوستانی که آخرین آیات مقارنه و مقایسه کنن و مطمئن بشن، بله، غیر مسلمان ها میتونن مراجعه کنن. بله. در آیه 75 همین سوره، یعنی سوره مبارکه مائده، الله سبحانه و تعالی میگه مل المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه. میگه که مسیح علیه السلام پیامبری بوده و قبل از او پیامبران دیگری گذشتن، چیز عجیبی نیست. و ام صدیقه مادرش هم راستکار و راستگو بوده. کانا یاکلان الطعام، هر دو این دو طعام میخوردن، یعنی غذا میخوردن، یعنی بشرن اینها. بله اینها بشرن، اینها اله نیستن، معبود نیستن. اگر معبود میبودن نیاز به غذا نداشتن. بله. باز یک مسیحی میگه چون اینجا وقتی نیاز به غذا داشته، منظور اینه که اینجا جسم ناسوتیش بوده. خب این یک حرفه که یعنی نمیشه که برایش بهایی داد، که ما بعدا ان شاء الله به تفصیل صحبت میکنیم. نکاتی را پیرامون لاهوتی و ناسوتی ان شاء الله به تفصیل در موردش خواهیم پرداخت. خب حالا المهم این که جناب استاد میگه کانا یاکلان الطعام، این دو نفر طعام میخوردن. بله، طعام میخوردن، غذا میخوردن، خوردنوش داشتن. بله، خوردنوش داشتن. خوردنوش که کسی داشته باشه نمیتونه اله باشه، از طبیعت بشر است. بله، از طبیعت بشر است. در اناجیل جناب استاد که ما ان شاء الله باز به تفصیل بیشتر در موردش خواهیم پرداخت، وقتی در موضوع تسلیس برین، در موضوع فدا و صلب و اینها برین، به تفصیل به آن بخواهیم پرداخت. آنچه که از کل اناجیل، یعنی اناجیل معتبره که در نزد اینها فعلا اناجیل معتبر هست، همان اناجیل چهارگانه، صفات بشری که با حضرت عیسی علیه السلام نسبت داده شده، از جمله که حضرت عیسی تولد شده. شما در کتاب مقدس مراجعه بکنید، بله، بعد از آدم، بله خودش میگه که عیسی علیه السلام از مریم به وجود آمده. حتی برخی ها نسب به حضرت عیسی علیه السلام، البته در نسبش خب خود اینها هم اختلاف نظر دارن در اناجیل چهارگانه که بعدا ما ان شاء الله به تفصیل خواهیم پرداخت. وقتی خواسته باشین اناجیل را بررسی بکنیم با آن میپردازیم که اختلافاتی وجود داره، حتی در نسب عیسی علیه السلام که اختلافات دارن. به هر صورت المهمی که جناب استاد بشر متولد شده و این که عیسی علیه السلام نان میخوره، خود در کتاب مقدس واضحه که عیسی علیه السلام نان میخورده، میخوابیده عیسی علیه السلام خسته میشده و به تعبیر خودشان کشته شده، به صلیب کشیده شده. تعبیر خودشان آنچه که در کتاب مقدس وجود داره، مگر امکان داره که خدا کشته بشه و به صلیب کشیده بشه، لت بخوره از دست مردم، لت و کوب بشه از دست مردم. و اصلا اینها جناب استاد دلالت صریحی آنچه که از کل کتاب مقدس برمیآیه، دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام بشر بوده. و ما بعدا ان شاء الله به تفصیل به آن خواهیم پرداخت وقتی پیرامون مسئله تسلیس صحبت بکنیم. مسئله بعدی که جناب استاد در مورد عیسی علیه السلام قرآن هم گفته و کتاب مقدس هم با آن اذعان داره، موضوع اینه که عیسی علیه السلام پیامبر بوده. عیسی علیه السلام پیامبر بوده و فرستاده شده از جانب الله متعال سبحانه و تعالی. شما این نقاط از خلال قرآن اشاره کردین که بشر بودن عیسی علیه السلام که گفتین وجودش بعد از آدم و خورد و نوش و خستگی و خواب. مقدس هم آمده. خب اگه میشه در لابلای کتاب مقدس جناب استاد به صورت گذرا، یعنی در هر 4 کتاب و ما بعدا مسائلی که حتی در همین برنامه هم ذکر میکنیم اشاره میکنیم به هر کدام ان شاء الله، چون میخوایم که تکرار نشه. اجازه بدین من ان شاء الله تکرار میکنم. حالا موضوع دیگه که از خود قرآن کریم و از کتاب مقدس، از لابلای کتاب مقدس برمیآید اینه که عیسی علیه السلام پیامبر بوده و این پیامبر بودن دلالت بر بشر بودن عیسی علیه السلام داره. متوجه شدید؟ بله، پیامبر بودن، بله دلالت صریحی بر بشر بودنش داره. اگر شما دقت کرده باشیم در آیه 75 سوره مبارکه مائده، وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه که ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یاکلان الطعام، یعنی آیه یکی هست. اول آیه الله متعال چی میگه؟ ما المسیح ابن مریم الا رسول، عیسی علیه السلام جز پیامبر چیز دیگری نبوده، یعنی بشر بوده، انسان بوده. الله متعال را به عنوان پیامبر فرستاده و قبل از او هم پیامبران دیگری بودن که گذشتن. در انجیل متی
در انجیل لوقا و در انجیل یوحنا شبیه این جناب استاد وجود داره که عیسی علیه السلام خود به صراحت میگه که من پیامبری هستم از جانب الله. اجازه بدین که برخی از متون را در اینجا نشان بدم برایتان. از جمله انجیل متی فصل 10 آیه 40 که در این مورد صحبت میکنه. اینجا انجیل متی پیش من هست، فصل 10 آیه 40 یا فقره 40. این کتاب مقدس جناب استاد همچنان که در برنامه‌های گذشته هم نشان دادیم. بله. و این قسمت عهد جدید هست. بله. عهد جدید شامل اناجیل چهارگانه و برخی از ملحقات آن میشه. این انجیل متی هست. بله. یعنی اولش انجیل متی هست. فصل 10 گفتیم. فصل 10 آیت 40. جناب استاد اینجا را اگر عزیزان دقت بکنن. بله. میگه هر که شما را بپذیرد، وقت شاگردان خود را عیسی علیه السلام میفرسته برای شاگردان خود، میگه هر کس شما را بپذیرد مرا پذیرفته است و کسی که مرا پذیرفته در واقع خدایی را که مرا فرستاده پذیرفته است. یعنی کاملا صریحه، صریح که خدا عیسی علیه السلام را فرستاده، خودش میگه. این در انجیل متی فصل 10 آیت 40. اینجا آیت 40 هست و واضح و آشکاره. میرین در انجیل لوقا جناب استاد، در انجیل لوقا هم شبیه همین ما در اونجا هم داریم. برای انجیل لوقا فصل 4 آیه 43 فصل 4 فقره 43. چون اینجا جناب استاد انجیل لوقا هست فصل 4 یعنی ادامه فصل 4 هست، آیه یا فقره 43. میگه عیسی به آنان گفت لازم است که به شهرهای دیگر نیز بروم و مژده فرارسیدن ملکوت خدا را به مردم اعلام کنم، زیرا برای همین منظور فرستاده شده ام. بله. زیرا برای همین منظور فرستاده شده ام. یعنی من پیامبرم. بله. و رسول هم میدانین که در قرآن کریم هم که آمده مل مسیح ابن مریم الا رسول، همین فرستاده شده را معنا میده. بله. فرستاده شده را معنا میده. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. قبل از اون پیامبران فرستاده شده. شبیه آن هست. باز هم جناب استاد در انجیل لوقا فصل 10 آیه 16. فصل 10 آیه 16 اجازه بدین که این را هم به خدمت بینندگان عزیز و گرامی نشان بدم. اینجا انجیل لوقا هست جناب استاد فصل 10 که اصلا نام فصل هست مأموریت 70 شاگرد دیگر که عیسی علیه السلام مأموریت میده شاگردانش رو. اینجا میگه که سپس به شاگردان خود گفت. کی گفت؟ عیسی علیه السلام. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته است. شبیه آن چیزی که در انجیل متی وجود داشت. و هر که شما را رد کند در واقع مرا رد کرده است و هر که مرا رد کند خدایی را که مرا فرستاده رد کرده است. و این هم دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام فرستاده شده بوده، رسول بوده، آنچه که در قرآن کریم آمده. در انجیل یوحنا جناب استاد مراجعه می‌کنیم، در انجیل یوحنا و آخرین انجیلی که به ترتیب اناجیل چهارگانه پیش ما هست، انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3. بله. اینجا میگه که دعای عیسی برای شاگردان فصل 17. بله. فصل 17 آیت 3 میگه و زندگی جاوید از این را به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی‌نظیر استی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. متوجه شدین؟ اینجا را دقت بکنین. و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای چیکار بکنن؟ بشناسند. به شاگردان حضرت عیسی علیه السلام برخی از نصاحی میکنه، برخی از نصیحت ها میکنه، از جمله حرفای عیسی علیه السلام برای شاگردانش همینه. پس بنابراین جناب استاد از این سه انجیل متی، لوقا و یوحنا ما ثابت کردیم که عیسی علیه السلام رسول بوده، فرستاده شده از جانب الله متعال بوده و این دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام بشر بوده مثل انبیای گذشته. چنانچه قرآن هم میگه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بله. مثل عیسی مانند مثل آدم. اگر شما تعجب میکنید که عیسی علیه السلام بدون پدر به دنیا آمده، آدم اصلا بدون پدر و مادر به دنیا آمده. بله. پس بنابراین این یعنی امر عجیبی نیست که شما چون عیسی بدون پدر آمده لابد نعوذ بالله باید الله پدرش باشه یا خدا پدرش باشه. استغفر الله. خب ما گفتیم که ان شاء الله در بحث تثلیث با بیشتر در این مورد میپردازیم. اصلا خود معنای ابن الله یا پسر خدا که در برخی از در این کتاب ها آمده، به خصوص در یوحنا بیشتر تکرار میشه. این بحثی که جناب استاد ما گفتیم که عیسی علیه السلام هم در قرآن
و هم در انجیل ثابت میکنه که رسول بوده، فرستاده شده ای از جانب الله متعال بوده. میریم به مسئله بعدی جناب استاد. جناب استاد اگر اجازه بدین قبل از اینکه به نقطه بعدی بریم، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه و پس از گرفتن این میان برنامه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بیگمان کسانی که دلایل روشن و هدایتی را که ما فرو فرستاده ایم پنهان می کنند، بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نموده ایم مورد نفرین الله و لعنت کنندگان قرار می گیرند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا به شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از آلت وارد آمد داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. من مادر محمد هستم از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود احمد. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. خب بینندگان گرامی، قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح به بشر بودن حضرت عیسی مسیح علیه السلام و همچنین
به اینکه ایشان فرستاده و پیامبر از جانب الله بودن را از خلال آیات قرآنی و همچنین از خلال فقرات و متونی که در کتاب مقدس آمده ثابت کردن و حالا میپردازیم به مورد بعدی جناب استاد گرامی. بله جناب استاد، مورد بعدی مسئله این است که عیسی علیه السلام فقط به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده، نه به سوی غیر بنی اسرائیل. و آنچه که امروز مسیحیت و یا نصرانیت یا شبکه‌های نصرانی مردم را به تعبیر خودشان به سوی عیسی علیه السلام دعوت میکنن که در حقیقت دعوت به سوی جیب هاست، دعوت به سوی خوشگذرانی هاست، اصلا دعوت به سوی عیسی علیه السلام نیست و دعوت به سوی هموار کردن راه استعمار هست، به سوی استعمارگران، نه به سوی مسیح یا به سوی عیسی علیه السلام. یعنی در حقیقت اینا خلاف دستورات خود کتابشان عمل میکنن؟ خلاف دستورات عیسی علیه السلام عمل میکنن و موافق با دستورات پولس، آن خیانتکاری که دین عیسی را به تباهی کشاند، که انشاءالله وقتش به سراغ آن هم خواهیم پرداخت و او را به درستی معرفی خواهیم کرد. قرآن کریم به صراحت میگه که عیسی علیه السلام به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده، نه به غیر بنی اسرائیل. الله متعال در قرآن کریم در آیت 49 سوره مبارکه آل عمران میگه و رسولا الی بنی اسرائیل، عیسی فرستاده شده به سوی بنی اسرائیل. عیسی به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده. و در کتاب مقدس و به خصوص در عهد جدید دلالت میکنه و عیسی علیه السلام خودش اعتراف میکنه که من به سوی بنی اسرائیل فرستاده شدم، نه به سوی غیر بنی اسرائیل. اجازه بدین برخی از نصوص را به خدمتتان اینجا عرض کنم. اینجا نصوص هدفتان کتاب مقدس، بله، عهد جدید. انجیل متی جناب استاد فصل 10 آیت 5 یا فقره 5 میگه عیسی ایشان را، کیها را؟ یعنی شاگردانش را به مأموریت فرستاده چنین گفت. چی گفت؟ گفت نزد غیر یهودیان و سامریان نروید، بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گم شده خدا هستند بروید. بله، بارها تکرار میشه و حتی حرفای دیگه هم تکرار میشه. میگه بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گم شده خدا هستند بروید. این حرف ما نیست جناب استاد، حرف خود کتاب مقدسه و ترجمه هم ترجمه خودشان هست، ترجمه ما نیست. پس اینا حق ندارن که به غیر از بنی اسرائیل به طرف نصرانیت دعوت. بله بله. باز هم در انجیل متی فصل 15 آیه 24، همین انجیل متی هست فصل 15. اینجا اگر دوستان داشته باشن فصل 15 هست، این فصل 15 هست آیت 24. اینجا عیسی فرمود، البته داستانش از اول موضوع را میاره که زن کنعانی میایه از عیسی علیه السلام طلب میکنه که به هر حال مشکلم را حل بکنی، از این قبیل حرفا. عیسی در جواب او میگه، عیسی فرمود خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم، فقط نه غیر یهودیان را. ما خب فقط گفتیم، حالا اینجا به صراحت میگه نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گمگشته خدا هستند. یعنی کاملا واضحه جناب استاد و هیچ جای شک و تردید نداره. و آنچه که امروز دین عیسی علیه السلام یا نصرانیت دین جهانی معرفی میشه، از لابلای خود کتاب مقدس وقتی شما دقت بکنین و تحقیق بکنین، بررسی بکنین، میبینین که به پولس برمیگرده و این بدعتی است که پولس در دین عیسی علیه السلام به وجود آورد، که در حقیقت میشه گفت پولس همان جد بزرگ عبدالله ابن سبع یهودی در اسلام هست که مذهب رافضه را به وجود آورد. به هر صورت جناب استاد این حرف عیسی علیه السلام هست و صراحتا خودش میگه که فقط من به سوی یهودیان فرستاده شدم تا آنها را کمک کنم، در قرآن نه غیر یهودیان. بود جناب استاد؟ آیه 49 آیه 49 سوره مبارکه آل عمران. 49 آل عمران. و رسولا الی بنی اسرائیل. الله میگه تنها بر بنی اسرائیل. بله، آنچه هم که ما گفتیم هم در کتاب مقدس، چی در فصل 10 چی در فصل 15 انجیل متی. من میخواستم دوباره چند بار تکرار شود، کسی که اهل تحقیق باشه برای تحقیق. بله، انجیل متی فصل 10 آیه 5 میتونه برای مراجعه بکنن و همچنین انجیل متی
فصل 15 آیت 24. اینجا واضح گفته شده در این مورد، شبیه آنچه که در آیه 49 سوره مبارکه آل عمران در قرآن کریم هست و این امر مسلمی هست و امر ثابتی هست و عیسی علیه السلام خودش هم اعتراف میکنه که من در آنچه که در فصل 15 آمده، من آمدم تا یهودیان را کمک کنم نه غیر یهودیان را. و در فصل 10 هم وقتی که حرف میزنه شاگردانش را میفرسته، میگه به سوی غیر یهودیان و سامریان نروید، فقط به سوی یهودیان بروید که آنها گوسفندان گم شده خدا هستند، به تعبیری که در اینجا آمده. بله. خب به هر حال جناب استاد این موضوع دیگری بود که خوب است که حضرت عیسی تنها هم در قرآن و هم در اناجیل و به خصوص در انجیل متی که ما از آن نقل کردیم. موضوع بعدی و مطلب بعدی جناب استاد این است که عیسی علیه السلام خودش اعتراف میکنه و قرآن کریم هم به این نکته اشاره میکنه و خودش میگه که من آمدم تا به تورات عمل بکنم و مکمل تورات و متبع تورات باشم. یعنی پیرو تورات و مکمل تورات باشم. چون بنی اسرائیل فاصله گرفته بودن از دین فاصله گرفته بودن. بله. و شما ببینید که هر روز اینها یک بدعت تراشیدن و هر روز یک بدعت اضافه کردن و حتی چی برخورد غیر اخلاقی و برخورد غیر انسانی با عیسی علیه السلام حتی کردن. الله متعال در قرآن کریم در آیت 50 سوره مبارکه آل عمران، بله، آیت 50 سوره مبارکه آل عمران، الله میگه و مصدقا لما بین یدی من التوراه، از زبان عیسی علیه السلام نقل میکنه. عیسی علیه السلام میگه و مصدقا لما بین یدی من التوراه، من تصدیق کننده هستم و تصدیق میکنم یا الله به من چیزی داده که من تصدیق میکنم آنچه که در پیش من هست که عبارت از تورات باشه. ولی احل لكم بعض الذي حرم عليكم، و تا این که حلال بکنم به شما برخی از چیزهایی که بر شما حرام شده بود در تورات. یعنی عیسی علیه السلام میگه که متبع باشه و مکمل باشه. متبع باشه و مکمل باشه. در انجیل متی، باز هم انجیل متی جناب استاد، فصل 5 آیه 7. اینجا فصل 5 آیه 7. اگر دوستان اینجا رو داشته باشن، بله، انجیل متی فصل 5، اینجا فصل 5 هست. اینجا هم گفته که موعظه سرکو مشهوره در نزد نصرانی ها، به خصوص موعظه سرکو مشهوره. ما هم در برنامه گذشته به این نقطه چند بار اشاره کردیم. بله. انجیل متی فصل 5 که همان موعظه سرکو هست، در اینجا میاد در آیت 7 میگه گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. آمدم که آنها را تکمیل کنم و به انجام رسانم و فکر نکنید که من آمدم آنها را منسوخ بکنم. شبیه آنچه که در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیت 50 الله متعال با اشاره کرده. اینجا انجیل متی فصل 5 آیت 7. این هم یک موردی بود که با آن اشاره میشه و بینندگان عزیز و گرامی دقت بکنن که چون آنچه که یعنی واقعا به آن پرداخته میشه، ما مثلا میتونیم از لابلای این آیه، از لابلای این فقره‌ای که در خود کتاب مقدس است، باز هم استنباط بکنین که عیسی علیه السلام فقط برای اهل تورات آمده، فقط برای بنی اسرائیل آمده و برای این آمده که تورات را تکمیل بکنه و آمده که از تورات پیروی بکنه و منسوخ نکنه تورات را. متوجه شدین؟ بله. این استدلال و این استنباط از این فقره هم میشه که عیسی علیه السلام فقط به سوی اهل تورات آمده، نه غیرش، نه آن بدعتی که پولس آن را در دین عیسی علیه السلام اضافه کرد، گویا دین جهانی است. بله. موضوع بعدی جناب استاد موضوع این است که عیسی علیه السلام فقط به سوی عبادت الله دعوت میکرده، نه به سوی غیرش. بله. نمیگفته بیای من را عبادت کنید. مثل که ما در آیه 116 سوره مبارکه مائده هم به این نکته اشاره کردیم که الله سبحانه و تعالی به این موضوع حرف میزنه، اگرچه آیات صریح دیگه هم آمده. ببینید جناب استاد، در قرآن کریم در آیت 36 سوره مبارکه نحل الله متعال سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله به صورت کلی میگه همه انبیا به خاطر این آمدن. نه تنها عیسی علیه السلام، همه انبیا علیهم السلام به خاطر این آمدن که چه کار بکنن؟ الله میگه ما برای هر امتی، برای هر گروهی ما پیامبری فرستادیم تا برای اونها بگه که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این که الله را فقط عبادت کنید و از طواغیت
و غیر الله و عبادت غیر الله دوری کنید. بله. دوری گزینید. این در سوره مبارکه نحل به صورت کلی به همه انبیا این حرف گفته شده و همه انبیا علیهم السلام به سوی عبادت الله متعال دعوت کردن. عبادت واحد لا شریک. بله، فقط به سوی عبادت پروردگار واحد و لا شریک. در سوره مبارکه آل عمران آیت 51 الله متعال از زبان عیسی علیه السلام نقل میکنه که عیسی گفت ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. این رو باید مسیحی ها بشنون که چی؟ بله، بگذارین از کتاب مقدس هم این را ثابت میکنیم. در کتاب مقدس هم همین حرف را عیسی علیه السلام میزنه. میگه که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، یعنی الله بدون شک الله متعال پروردگار من است و پروردگار شماست. فاعبدوه، پس او را عبادت کنید، فقط او را عبادت کنید، نه غیرش را. هذا صراط مستقیم، این راه راسته. اگر راه درست میخواین، بله، اگر راه درست میخواین همینه که فقط الله را عبادت کنین، نه صلیب را. فقط الله را عبادت کنین، نه غیر الله را. به همین جهته که اگر شما ببینید در قرآن کریم الله متعال چی میگه؟ قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. الله میگه که ای اهل کتاب، ای یهودی ها، ای نصرانی ها، بیایید با یک کلمه واحد که همه من و شما یک حرف داریم، این که عبادت غیر الله را ترک بکنیم، فقط به الله متعال سبحانه و تعالی عبادت بکنیم و شرک به الله نیاوریم. حالا برمیگردیم به کتاب مقدس، ببینید در کتاب مقدس همچنین چیزی وجود داره یا نه. در انجیل متی فصل 4 آیه 10. انجیل متی فصل 4 آیه 10. بله، این انجیل متی هست فصل 4. اینجا عزیزان داشته باشن. آیه 10 اینجاست. بله. یک مناظره یا گفتگوی میان عیسی و شیطان اتفاق میفته. اینجا عیسی به او گفت، به کی؟ به شیطان گفت دور شو ای شیطان، کتاب مقدس میفرماید فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن. حرف ما آنچه که ما یعنی با آن استدلال میکنیم این که فقط خدا را بپرست. فقط کلمه حصر جناب استاد. بله. در زبان فارسی کلمه حصر یعنی غیر از الله کسی دیگر را عبادت نکن، غیر از خدا کسی دیگر را عبادت نکن. کتاب مقدس گفته فقط خدا را عبادت کن. این یک مناظری که میان شیطان و میان عیسی علیه السلام اتفاق افتاده. شبیه همین جناب استاد اجازه بدین که در انجیل لوقا هم به شما نشان بدم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 8. فصل 4 آیه 8. بله. این انجیل لوقا هست فصل 4 آیه 8. این فصل 4 انجیل لوقا فصل 4 آیه 8. عیسی جواب داد در کتاب آسمانی آمده، در اونجا آمده بود کتاب مقدس، در اینجا آمده در کتاب آسمانی آمده که انسان باید فقط و فقط خدا را بپرستد. فقط و فقط، تأکید جناب استاد. سبحان الله. فقط و فقط آنچه که در قرآن آمده بود ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اینجا هم عیسی علیه السلام چی میگه؟ در کتاب آسمانی آمده که انسان باید فقط و فقط خدا را بپرستد. ترجمه من هم نیست، ترجمه شما هم نیست، ترجمه خودشان هست. بس میرین به یکی دیگه از اناجیل، بله. که به انجیل مرقس مشهور هست. انجیل مرقس بله. فصل 12. این انجیل مرقس هست فصل 12. فصل 12 هست اینجا. بله، فصل 12 فقره 29. بله. فقره 29. فصل 12 فقره بزرگترین دستور خدا. اینجا نوشته هست. میگه عیسی جواب داد آن که میگوید ای قوم اسرائیل گوش کن، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. فقط یک خداست و فقط او را باید دوست داشته باشی و فکر و همه قلب و جان تو همه او را دوست بداره و او را دوست داشته باشه و او را عبادت بکنه. فقط یک خداست، خدای دیگری وجود نداره. این از انجیل مرقس بود. بله. میرین انجیل یوحنا جناب است. بله. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3. این فصل 17 هست آیه 3. میگه
و زندگی جاوید از این را به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی‌نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. فقط تو را بشناسند. عیسی علیه اولا در این آیه ما اگر یادتان باشه قبلا همین را خواندیم. هدفش از خدای یگانه چی است؟ خدای یگانه بله همون خدای یگانه بعدش باز مسیح میگه. بله نه جناب استاد اینجا میگه که خدای واقعی و بی‌نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای. اینجا دلالت بر این میکنه که عیسی علیه السلام پیامبر بود اولا و این که فقط عیسی فرستاده شده تا چیکار بکنه؟ تا خدای واحد و بی‌نظیر را برای مردم بشناسانه، معرفی بکنه، برای مردم معرفی بکنه. این هدف عیسی علیه السلام بوده که عیسی علیه السلام بیای فقط مردم را به سوی الله متعال دعوت بکنه و فقط بگه شما الله را عبادت کنید و بپرستید و همچنین فقط آمده تا او را بشناسانه. خب وقتی که بشناسانه دلالت بر این میکنه که او را عبادت بکنن، فقط تنها او را عبادت بکنن و فقط برای تعریف او آمده، نه اینکه بیای بگه خودش بگه من نعوذ بالله خدا هستم، من را بیاید عبادت بکنید و بیاید من را به هر حال از من کمک بخواهید و از من بطلبید که شما را شفا بدم. یا اینکه این حیات ابدی برای این است که پروردگار یکتا را بشناسیم حضرت مسیح را. نه جناب استاد اینجا میگه و زندگی جاوید از این را به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی‌نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای. حالا این حرف دلالت بر این میکنه که اولا آنچه که ما مورد استناد ماست خدای بی‌نظیر و واحد اینجا گفته میشه، خدای واقعی و بی‌نظیر هستی. بله محل شاهد ما. و این که عیسی مسیح علیه السلام رسول و فرستاده ای، تو فرستادی او را، تو فرستادی برای مردم اون را چیکار بکنه؟ معرفی بکنه و بشناسه. این از مسائل بود که جناب استاد حقیقتا در مورد عیسی علیه السلام هم در قرآن کریم گفته میشه که قرآن کریم چی میگه؟ میگه که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، یعنی از زبان عیسی میگه و شبیه آن شبیه آن ما در انجیل لوقا هم گفتیم، در انجیل متی هم گفتیم و در انجیل مرقس هم گفتیم، در انجیل یوحنا، یعنی از 4 انجیل ثابت کردیم که عیسی علیه السلام برای شناختاندن و برای عبادت فقط الله سبحانه و تعالی فرستاده شده و آمده تا مردم را دعوت بکنه به سوی عبادت الله متعال، نه به سوی عبادت خودش. جناب استاد در ارتباط با این مورد پنجمی که شما ذکر کردین، همین موردی که عیسی علیه السلام آمده تا مردم را به سوی الله واحد لا شریک دعوت کنه و این مطلب را از خلال اناجیل 4 گانه هم ثابت کردین، فکر کنم هر 4 از 4 انجیل یا 3 انجیل. بله از 4. خب این را ثابت کردیم با توجه به اینکه در این فقرات فصول کتاب یا اناجیل 4 گانه بار تأکید شده که فقط و تنها با این وجود باز میبینیم که اینها حضرت عیسی رو نمیفهم ثالث و ثلاثه و نمیفهم صلیب و اینها را عبادت میکنن. مگر اینجا یعنی من خودم شخصا حیرت زده میشم، یعنی که چرا با وجود اینکه اینها کتاب دارن، درست است، و تعلیمات و آموزایشان از این کتاب میگیرن، چرا با این وجود باز هم شرک میآورن؟ یعنی اینا مگر کتابشان نمیخوانند؟ برخی از اینها خود نمیخوانند. حقیقت امر اینه که برخی از اینها نمیخوانند و از این مسائل آگاه نیستند و نمیفهمند و وقتی هم که برخی از این افراد که یعنی اطلاع درست ندارن به کلیساها میرن، خب آنجا برایشان برخی از اشیاء تعلیم داده میشه و به هر حال گفته میشه که فقط شما حرف این را بشنوید و هر چی که همین گفت خلاص همین را انجام بدین. یعنی ما بعداً مثلا عجیب است، یعنی شبیه چیزی که در دین روافض اتفاق میفته که اونها هم میگن مثلا به قرآن وقتی میترسن که مردم به قرآن مراجعه کنه، چون از خلال قرآن میتونه هدایت شوه، میتونه راه درست در بیابه. پس اینا هم عین کار میکنن، یعنی شما اناجیل نخوانین، شما مفهومی را درست درک کردن نمیتونین، چیزی که همو کشیش میگه همو را بپذیرین. بله جناب استاد، این تناقضات اگر ما بگیم که یعنی این حرف وجود داره ولی شبیه این باز حرفای دیگری هم در این کتاب وجود داره که ما بعدا ان شاء الله مثلا وقتی در بحث صلیب و تسلیس به خصوص در این دو موضوع مهم بپردازیم ان شاء الله به تفصیل اون فقرات و اون آیات و فصولی که در این وجود داره نشان میدیم. ولی آنچه که علما و محققین معتقدن
آنچه که امروز شرکی که در میان نصرانیت وجود داره حقیقتا برگرفته از همان تعالیم مسیح علیه السلام نیست، از تعالیم عیسی علیه السلام نیست، بلکه از تعالیم شخص یهودی به نام پولس هست که خودش را به هر حال در مظهر خودش را آمد تظاهر کرد به مسیحیت یا نصرانیت و داخل شد و به هر حال خیلی از کارهای انجام داد که از جمله یکی مسئله صلیب و مسئله تسلیس و مسئله جهانی بودن دین عیسی مسیح علیه السلام می باشه و اسباب دیگری هم وجود داره جناب استاد، اسباب دیگری هم در انحراف اینها از این کتاب، حتی از آنچه که پیش روی آنهاست وجود داره که ما انشاءالله باز در بحث اسباب انحراف این دین چی بود صحبت خواهیم کرد که چی اسباب باعث شد که تا اینها از طرف توحید که عیسی علیه السلام به خاطر آن فرستاده شده بود، آنچه که خود این کتاب دلالت صریحی به آن داره و کتاب مقدس مسلمان ها که قرآن کریم هم هست دلالت صریحی بر آن داره که حقیقتا این کتاب مقدس مسلمان ها نگهبانی بر این کتب هست و این کتب هم خودش تصدیق میکنه که بله این چیز وجود داشته و عیسی علیه السلام به سوی یکتاپرستی دعوت کرده، اما چی باعث شد که اینها یک بار به سوی شرک کشیده بشن؟ ان شاء الله باز این بحثایی است که به جای خود نیاز داره که به آن پرداخته بشه و صحبت بشه. خب جناب استاد میگذاریم مورد ششم را به پس از دیدن یک میان برنامه همراه با بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه را میبینیم و پس از این میان برنامه ان شاء الله بار دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ادامه موضوع با ما باشید. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله صلى عليك الله قد أوجب المختار حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد سبحانه لا والد لم يولد عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله صلى عليك الله
أبدا ولست بثالث لثلاثة. الله فرد ليس بالمتعدد. أتباع عيسى رفعنا قدره وبصدقه يدعو البرية سيدي. هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد. عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين. في الذكر والإنجيل رغم الملحدين. فعلى البتول وابنها حلل الثناء وسلامنا من متهم أو منجد. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. صلى عليك الله، صلى عليك الله. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. بشرت يا روح الإله بأحمدي. صلى عليك الله في عليائه. يا ابن البتول خليل كل موحدي. صلى عليك الله في خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم با ادامه موضوعمون که مقایسه است برای تعریف عیسی علیه السلام از خلال قرآن کریم و اناجیل چهارگانه که جناب استاد عبدالرحمن فاتح به 5 مورد اشاره کردن و البته در خلال میان برنامه ایشان من میخواستم که مورد ششم را اشاره کنن، اما گفتن نه، فرصت برای بیننده داده شود. از کارگردان عزیز محمد جان خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنه تا آن از بیننده های گرامی که میخوان در این مورد صحبت بکنن صحبتشان مطرح کنن. بعد انشاءالله در آخر برنامه با استاد گرامی استاد عبدالرحمن فاتح فرصت میتیم تا مورد ششم را پیرامونش صحبت بکنن. البته جناب استاد عبدالرحمن فاتح
در تعریف مسیح علیه السلام از خلال قرآن کریم و اناجیل چهارگانه به 5 مورد اشاره کردن. اول بشریت حضرت عیسی علیه السلام که گفتن در آیه 116 و همچنین آیه 75 سوره مائده ذکر شده که دوستان میتونن با آن مراجعه کنن. و بعدش هم به مورد دوم که پیامبر بودن و فرستاده شدن حضرت عیسی علیه السلام از جانب الله تعالی است که در این مورد هم آیاتی از قرآن کریم به خصوص سوره آل عمران اشاره کردن و همچنین به اناجیل چهارگانه اشاره شد که فکر کنم ما در اثنای صحبتشان یادداشت نگرفته بودم و الا دوباره تکرار میکردم. و همچنین به مورد سوم که عیسی علیه السلام تنها و تنها فقط به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده اند و پس بنی نصرانیت هیچ حق برای انتشار و گسترش دعوتشان در میان غیر بنی اسرائیل ندارند که این موضوع هم از خلال قرآن کریم و رسولا الی بنی اسرائیل و همچنین آیات فقره های از کتاب مقدس اشاره کردن. و مورد چهارم این بود که حضرت عیسی علیه السلام مکمل دین موسی علیه السلام بودند و متبع دین موسی علیه السلام بودند و در این مورد نیز به آیه 50 سوره آل عمران اشاره کردند. و مورد پنجم بحث این بود که حضرت عیسی علیه السلام تنها و تنها و فقط بنی اسرائیل را به سوی الله یکتا و لا شریک دعوت میکرد و این مورد را نیز از خلال اناجیل چهارگانه مثلا فصل چهارم به آن توضیحات دادن از فکر کنم که انجیل لوقا و یوحنا و مرقس بود. و از همین حالا خب این 5 مورد بود که جناب استاد به آن پرداختن و حالا نوبت از شما عزیزان و گرامیان است و پس از صحبت‌های شما برمیگردیم خدمت استاد. خب اولین بیننده را من میگیرم. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی میشه خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین؟ بنده ابو عبدالله هستم از ایران. ضمن تشکر از برنامه خوبتون. خواستم بدونم که معنای لغوی انجیل به چه معناست؟ معنای لغوی انجیل انشاءالله استاد در این مورد صحبت خواهند کرد. صحبت دیگری هم دارین جناب؟ جزاک الله خیر. بارک الله فیکم. سلمکم الله. خدا شما را حفظ کنه. خب میریم سراغ بیننده بعدی اگر وصل هستن خدمت بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. خب فکر کنم که بیننده ما قطع شد. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. بفرمایید. فکر کنم که بیننده ما قطع شد. میریم سراغ قبل از این که فکر کنم تماس برقرار نشده با این بیننده شاید دوچاره خوب هستن. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. خوبی؟ سلامتی؟ لطف پروردگار میشه خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین؟ بیننده گرامی. خب بینندگان گرامی که تماس با ایشان قطع میشه تلاش کنن دوباره تماس بگیرن تا صحبتشان را بشنویم، سوالشان را بگیریم و اگر اشکالی هست دوستان گرامی به من اطلاع بدن تا بر بگردم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح.
خوب استاد گرامی، قبل از اینکه فکر کنم تماس برقرار نشده، من میخواستم اگر فقط در مورد سوال بیننده گرامی که در مورد انجیل صحبت کردن که خود انجیل چه معنی را ارائه میکنه. جناب استاد اگر لغتا و اصطلاحا بپردازین، اول اجازه بدین که انجیل خب معنای لغوی آن یک کلمه یونانی هست. خود انجیل به معنای مژده و بشارت معنا میده و برخی ها میگن به معنای آموزش جدید و یعنی آنچه که بیشتر گفته میشه انجیل همان بشارت و مژده هست. بله. این خب معنای لغوی هست. معنای اصطلاحی اگر خواسته باشیم تعریف بکنیم فرق میکنه نظر به تعریفی که حالا هر کس داره. ما مسلمان ها تعریفی که میکنیم انجیل همان کتابی است که الله سبحانه و تعالی به حضرت عیسی علیه السلام برای از بین بردن خرافات بنی اسرائیل و برای بنی اسرائیل فرستاده شد تا مکمل تورات باشه و تا تکمیل کننده تورات باشه. بله. به این کتاب میگن انجیل. اما در نزد نصرانی ها خود نمیشه گفت انجیل، بلکه باید گفت اناجیل، چون 4 انجیل. بله 4 انجیل، یعنی فعلا بر آن اتفاق هست که ما بعدا وقتی خواسته باشیم پیرامون اناجیل صحبت بکنیم 10 ها انجیل وجود داشته و فعلا هم حتی برخی ها وجود داره مثل انجیل برنابا. غیر از این اناجیل 4گانه مثل انجیل متی، انجیل لوقا، مرقس و یوحنا، انجیل برنابا مثلا وجود داره، یعنی وجود خارجی تا حالا داره ولی اینها رد میکنن، آن را تایید نمیکنن به خاطر اینکه برخی از عقاید اونها را رد میکنه و برخی از عقاید آنها را نمیپذیره و قبول نمیکنه. به همین واسطه آن را از مردم پنهان میکنن و نمیگن برای مردم. پس بنابراین به نزد اینها باید گفت اناجیل نه انجیل. و وقتی که ما خواسته باشیم پیرامون اناجیل 4گانه یا به صورت کلی پیرامون انجیل صحبت بکنیم، خواهیم گفت که اناجیل مختلفی بوده، اناجیل زیادی بوده، ولی امروز هم حتی نمیتونیم بگیم انجیل بلکه اناجیل 4گانه‌ای که مشهور در نزد اینها. پس معنی لغوی انجیل که شاید منظور بیننده‌مون معنای لغوی باشه، چون معنای اصطلاحیش فکر کنم به همه بیننده هایی که برنامه ما را دیدن روشن شده باشه. معنای لغویش مژده و بشارت است. خب اگر بیننده وصل هستن من خدمتشان عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم. سلامت باشین بیننده گرامی. میشه خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ آقا ما از ایران تماس میگیریم، بهبهان. بفرمایید برادر گرامی. آقای موضوعی، من یه شیعه هستم. خب من خواستم یک کتاب مثلا درباره رساله سنی میخواستم، از کجا باید تهیه کنم؟ شما شیعه هستین، میخواین در رابطه با مذهب سنی اطلاع پیدا بکنید. یک کتاب رساله سنی میخوام. یک رساله سنی، درست است. انشاءالله توضیحات میدیم انشاءالله. نه تحول کردم، میخوام یعنی حالا به مذهب تشیع قناعت ندارین؟ نه. چرا؟ علتش چیست؟ به چی دلیل؟ خود دلیل ما شبکه شما نگاه میکنم دیگه، دلیلی حالا به خودم دارم، میخوام درست است. دلیل برای خودم حالا پیدا کردم. درست است بیننده گرامی. انشاءالله به شما برخی از کتاب ها را جناب استاد معرفی خواهند کرد و امیدوار هستیم که هر کسی که از کجا مثلا باید ما کتاب بگیریم؟ مثلا من خلاص میخوام نماز بخونم، طریقه نماز خواندن انشاءالله. بیننده گرامی شماره واتساپ زیرنویس میشه روی پرده، شما این شماره رو بگیرین، بعدا انشاءالله ارتباط بگیرین، حتما اطلاعات کافی در اختیار شما قرار داده خواهد شد. شما الان میخوام نماز بخونم، نمیدونم چطوری نماز مثلا چطوری وضو بگیرم، چطوری نماز بخونم، اینا میخوام. خب خدمتتان عرض کردم بیننده گرامی، انشاءالله شما شماره واتساپ یادداشت بکنین، زیرنویس میشه و انشاءالله که الان نوشته آره با شما در ارتباط خواهد شد انشاءالله. حتما
تشکر از شما بیننده گرامی و از تمام عزیزانی که در جستجوی حقیقت هستند. خب میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. شما روی خط هستین؟ سلام علیکم. خب ما برمیگردم به استودیو. استاد گرامی، قبل از اینکه ما به دیگه موارد بپردازیم، فکر کنم تماس ما باز دچار اشکال شده. اگر در ارتباط به بیننده گرامی البته باز مفصل برشان اطلاع خواهیم داد، اگر یک رساله گفتن یا کتابی در ارتباط به کسب اطلاعات در رابطه با مذهب تسنن. جناب استاد، اولا خب الحمدلله که یعنی امروز جوانها و به صورت کلی همه جوانهایی که به خصوص کسایی که باز اهل دانشن، اهل خواندن و نوشتنن، الحمدلله که امروز هوشیار شدن و به هر حال مسائل را میفهمند و مسائل را به هر صورت در حال پژوهش و پیگیری هستند. الحمدلله. اولین مرجعی که من برای برادر عزیز خود میگم که به اون مراجعه بکنن قرآن کریم. قرآن کریم بزرگترین مرجعی برای عقیده و فهم و عقیده و باور اهل سنت و جماعت می باشه. و میتونین شما قرآن کریم را مطالعه بکنین، ترجمه فارسی قرآن کریم هم امروز موجوده، مطالعه بکنین. و یا مثلا اگر میخواین که مفصلتر معنای قرآن کریم و مفاهیم قرآن کریم را بفهمین، یعنی اندک تفصیل، میتونین مثلا به تفسیر راستین مراجعه بکنین. تفسیر راستین تفسیر بسیار خوبیه و در کتابخانه عقیده هم موجوده که خوب عزیزانی که در اتاق فرمانن کتابخانه عقیده را زیرنویس کنن. بله. برادر عزیز ما میتونن با فیلتر شکن یا هم شاید نیاز به فیلتر شکن نباشه، والله نمیدونم در داخل ایران خب قبلا فیلتر بود، میتونن که داخل وبسایت بشن. بله متاسفانه وارد کتابخانه عقیده بشن، اونجا کتاب‌های زیادی میبینن در بخش قرآن کریم، تفسیر قرآن، علوم حدیث، علوم اسلامی، هم برای خواهران هم برای برادران کتاب‌های زیاد، بیش از 1000 کتاب در اونجا موجوده. میتونن که برادر عزیز ما از جمله تفسیر راستین هم موجوده که آن را دانلود بکنن، بگیرن و مطالعه بکنن که تا هر کتابی که خودشان به هر حال میفهمن که نیاز میتونه سوالاتشان را پاسخ بده. کتاب های زیادی هست در این مورد و به نظر من مرجع اول قرآن کریمه که مراجعه بکنن و مطالعه بکنن. تشکر جناب استاد. البته شما اشاره کردین که به کتابخانه عقیده مراجعه کنن و من هم اضافه میکنم که دوستان عزیز و دیگر عزیزانی که دنبال راه راست و دنبال حقیقت هستند و میخوان راه درست را انتخاب بکنن، میتونن به کانال تلگرام شبکه جهانی وصال حق مراجعه کنن و اونجا وارد شون. البته فکر کنم بیشتر چون بحثشان بحث فقهی بود، اگر منظورشان کتاب‌های فقهی باشه میتونن به کانال تلگرام وارد شون و همچنین به کتابخانه عقیده. و در عین حال دوستای گرامی ایمیل کتابخانه را هم زیرنویس کنن و این دوست عزیز و سایر دوستانی که مایل هستن در ارتباط به حق و حقیقت معلومات حاصل کنن ایمیل بفرستن، ایمیل بزنن، بعد انشاءالله معلومات کافی در اختیارشان قرار داده خواهد شد. خب دوستان گرامی در اتاق کنترل اگر تماسی هست و الا برمیگردیم به استودیو. خب برمیگردیم به استودیو چون وقت برنامه بیش از 10 دقیقه نمونده و ما وعده نمودیم که 10 دقیقه آخره به جناب استاد عبدالرحمن فاتح تخصیص میتیم تا ایشان در رابطه به مورد اخیره که میخواستن ذکر کنم بپردازن. بفرمایید جناب استاد. جناب استاد، موضوع ششم یا بحث ششمی که در قرآن کریم هم موجوده و در کتاب مقدس هم موجوده، موضوع اینه که حضرت عیسی علیه السلام به سوی تقوا و توبه و خدا به سوی تقوا و به سوی توبه مردم را دعوت میکنه و الله متعال را فرستاده تا اینکه مردم را به سوی توبه دعوت بکنه و به سوی رجوع کردن آنها را دعوت بکنه که به سوی الله متعال رجوع بکنن.
در قرآن کریم ما داریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 50 الله متعال میگه که ادامه آیه 50 هست، یعنی اخیر آیه 50. الله میگه و جئتکم، از زبان عیسی علیه السلام میگه و جئتکم بآیة من ربکم، که عیسی علیه السلام میگه من آمدم به آیات و نشانه های از جانب الله متعال. فاتقوا الله و اطیعون، پس شما از الله بترسید، تقوای الله را پیشه کنید، و اطیعون، از من اطاعت کنید، یعنی توبه کنید از کارهایی که داشتید و اطاعت منی که پیامبر الله هستم و فرستاده الله هستم، اطاعت من را بکنید. این قول کی هست؟ این قول عیسی علیه السلام می باشه که برای این مردم و برای این قوم این حرف را میزنه که شما از الله بترسید و من پیامبر را که از جانب الله فرستاده شدم اطاعت کنید. و این دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام دیگران را از کارهای منکر و غلطی که انجام میدادن آنها را برحذر میداره و به پیروی خودش آنها را دعوت میکنه که شما از من پیروی کنید و کارهایی که قبلا انجام میدادید آنها را ترک کنید. و این معنای توبه هست و معنای نیابت و رجوع به طرف الله سبحانه و تعالی می باشه. ما شبیه این را جناب استاد در انجیل هم داریم، هم در انجیل متی و هم در انجیل مرقس و بقیه ملحقاتی که حالا هست و همچنین در اناجیل دیگه هم موجوده، ولی به صورت نمونه به دو تا از مراجع یا مصادری که انجیل متی و انجیل مرقس هست بنده اشاره می کنم به دو نکته. اولا انجیل متی باب 9 آیت 13. بله. انجیل متی که اولین انجیل یعنی در حساب کتاب مقدس فعلی است، باب 9 گفتیم آیت 13. در اینجا جناب استاد اگر دقت بکنین این انجیل متی هست. بله. و فصل 9 می باشه. اینجا میگه که سخنش طولانی است، سخن عیسی علیه السلام در اینجا طولانی است که اولا اصلا خود این یعنی وسط باب نامگذاری شده به این معنا که یک گناهکار شاگرد عیسی می شود. خب اینجا میگه که پیرامون متی صحبت میکنه، میگه رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا چیکار کنم؟ بازگردانم. بله. رسالت من، رسالت کی؟ رسالت عیسی علیه السلام. میگه در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم. حالا جناب استاد این نکته دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام برای این آمده که گناهکاران را دست آنها را گرفته و آنها را به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت بکنه. کسانی که گناه میکنن از بندگان الله و از بنی اسرائیل آنها را به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت بکنه و آنها را به سوی الله بخوانه. در انجیل مرقس هم جناب استاد وجود داره. بله. در انجیل مرقس اصلا باب اول آیت 15 اینجا اگر دوستان دقت بکنن اول یا مقدمه انجیل مرقس هست. سرگذشت عیسی علیه السلام نوشته مرقس، این خودش جای تعمق و تأمل داره. سرگذشت عیسی مسیح نوشته مرقس، باز میگن این کلام اللهه، بعدا ان شاء الله به آن میپردازیم. خب این باب اول هست. این آیه هم آیت 15 او فرمود، یعنی کی؟ یعنی عیسی، زمان موعود فرا رسیده است، به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت، پس از گناهان خود چیکار بکنید؟ دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. یعنی انجیل. ما گفتیم که انجیل به معنای مژده و بشارت یا خبر خوش معنا میده. اینجا همان انجیله. میگه از گناهان خود دست بکشید و به انجیلی که به من فرستاده شده ایمان بیاورید. این را کی میگه؟ عیسی مسیح علیه السلام. پس بنابراین در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه به این موضوع که فاتقوا الله و اطیعون، از الله بترسید و از من اطاعت کنید. بله. در اینجا هم در انجیل متی چنانچه اشاره کردیم در فصل 9 آیت 13 و همچنین در انجیل مرقس که اینجا حالا متنش رو ما خواندیم فصل اول آیت 15 اشاره به این موضوع میکنه که عیسی علیه السلام میگه من آمدم تا دست گناهکاران رو بگیرم و آنها را به سوی الله دعوت بکنم. و همچنین در اینجا میگه که ای مردم دست بکشید از گناهان و معاصی دست بکشید و به آنچه که برای من داده شده که همان خبر خوش یا انجیل هست به آن
ایمان بیاورید و با آن باورتان را قوی بکنید. پس بنابراین دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام برای این آمده که تا دیگران را به سوی توبه و نیابت و رجوع به طرف الله متعال سبحانه و تعالی دعوت بکنه و این خودش هم دلالت صریحی بر این داره که عیسی علیه السلام چنانچه الله متعال در آیه 116 سوره مبارکه مائده میگه نیامده که به سوی عبادت خود مردم را دعوت بکنه، بلکه آمده که مردم را به سوی الله دعوت کنه و به سوی آنچه که به سوی او فرستاده شده که عبارت از انجیل هست به سوی آن مردم را دعوت کنه، نه به سوی عبادت خودش و نه به سوی عبادت مادرش و نه به سوی اینکه روح القدس را خدا نعوذ بالله بدانند و اینها کلا دلالت صریحی بر این موضوع داره. تشکر استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح که در این برنامه پیرامون تعریف از عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم و از خلال انجیل کردین و مقایسه کردین بین آنچه که در قرآن آمده و آنچه که در انجیل آمده و ما یک بار دیگر خدمت بیننده های عزیز و گرامی میرسانم که در این بحث ما البته به بحث بشریت عیسی علیه السلام پرداختیم و همچنین به بحث پیامبر بودن و فرستاده بودن عیسی علیه السلام از جانب الله که البته به استاد گرامی در بحث پیامبری عیسی علیه السلام بار دیگر تذکر میتونم که به آیه 75 و 116 سوره مائده اشاره کردن و همچنین به باب 10 فقره 40 انجیل متی و باب 4 فقره 43 انجیل لوقا و در ارتباط به اینکه عیسی علیه السلام به تنها به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده به آیه های متعدد از جمله آیه 49 سوره آل عمران اشاره کردن و همچنین به باب 15 فقره 24 انجیل متی، باب 10 فقره 5 انجیل متی اشاره کردن و همچنین در باب دعوت عیسی علیه السلام بنی اسرائیل را به سوی پروردگار یکتای بی همتا به آیه 51 سوره آل عمران و به باب 4 فقره 10 انجیل متی و همچنین باب 12 فقره 29 انجیل مرقس و همچنین به باب 4 فقره 8 انجیل لوقا اشاره کردن و در بحث این که عیسی علیه السلام متبع و مکمل شریعت و دین موسی علیه السلام است به آیه باز هم با آیه 51 سوره آل عمران که و مصدقا لما بین یدی من التورات اشاره کردن و به باب 5 و فقره 7 انجیل متی اشاره نمودن و در باب توبه اینکه عیسی علیه السلام فرستاده شدند تا مردم را تا گناهکاران بنی اسرائیل را به سوی بازگشت و توبه و رجوع به سوی الله تعالی دعوت کنند. در این مورد هم به باب 9 و فقره 13 انجیل متی، باب 1 آیه یا فقره 14 انجیل مرقس اشاره کردن. امیدواریم که آن عده از بیننده های عزیز و گرامی که مایل هستند تا در این مورد اگر دچار شک هستند از آنانی که خود را مسیحی می‌دانند که در حقیقت نصرانی هستند، مایل به تحقیق هستند، مایل به بررسی هستند، مایل به رجوع به سوی حق هستند، برن و این مواردی که ذکر شد بهش مراجعه کنن و تحقیقات انجام بدن و امیدوار هستیم که راه حق و راه حقیقت را چنانی که یکی از بیننده ها دقایق قبل گفتن میخوان از دین رافضی و از دین تشیع به سوی دین اسلام رجوع کنن، اینها هم به راه درست و راه راست از خلال تحقیقات و بررسی هدایت شوند. خوب بیننده های عزیز و گرامی، انشاءالله در برنامه آینده پیرامون تاریخ نصرانیت صحبت خواهیم کرد. تا آن دم لحظه همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.